دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما استاد مهربان و استاد نامهربان. مهربانی به معنای خونگرمی، پاسخگو بودن در مقابل سوالات شاگردان، صبوری در مقابل رفتارهای شاگردان که بیشتر به خاطر آگاهی نداشتن از ناپسندی رفتار انجام می‌دهند، قابل اعتماد بودن برای شاگردان، وفاداری و حق شناسی می باشد. و استادان گرامی که این همه مسائل را در قبال شاگردان خود در نظر می گیرند، از جمله استادان مهربان بوده و شاگردان بیشتر با آنها احترام می گذارند. شاگردان بیشتر از داشتن ساعت درسی با چنین استادان لذت می برند و استاد را الگوی خود قرار داده همیشه به درس و گفته‌هایشان احترام قائل می شوند. برعکس، نامهربان بودن با شاگردان، استفاده از خشونت، بی‌توجهی در مقابل رفتار شاگردان و همچنان نادیده گرفتن شاگردان، بی‌تفاوت بودن در مقابل مشکلات شاگردان و ایجاد تفاوت‌ها میان شاگردان و غیره از جمله مواردی است که بعضی از استادان آن را در مقابل شاگردان خود استفاده می کنند و این کار باعث می شود شاگردان به گپ‌های استاد گوش ندهند و در مقابل دروس وی بی تفاوت باشند. استادان گرامی، اگر می خواهیم شاگردان منظم داشته باشیم، در قدم اول صنف خود را عاری از خشونت نگه داریم و هیچگاه در مقابل رفتار شاگرد از خشونت استفاده نکنیم. اگر شاگرد بازیگوشی می کند، اگر شاگرد درس نمی خواند، اگر شاگرد تنبل و ضعیف است، اگر شاگرد به درس ما توجه نمی کند و دیگر همچون مواردی در صنف و رفتار شاگردان باشد، کوشش نماییم تا عوامل این چنین رفتارهای آنها را پیدا کنیم و دنبال راه حل ممکن باشیم، به جای این که از خشونت و یا زور در مقابل همچون شاگردان استفاده کنیم. استاد عزیز، استفاده از خشونت نه تنها به شاگردان صدمه میزند، بلکه شخصیت شما را نیز ضربه بزرگ میزند. پس چه خوب است که هم به شخصیت خود احترام قائل باشید و هم الگوی خوب در زندگی تعلیمی شاگردان خود باشید تا همیشه به شما احترام بگذارند و به علاقمندی به دروس خود ادامه دهند. دوستای عزیز، این بود چند مورد درباره استادان مهربان و استادانی که از خشونت استفاده می کنند و تاثیرات آن بالای شاگردان. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوب و خوش.